امنیت. گفت که داملا دیگه ذکرها فایده نمیدهد. گفت ذکر میکردم، بعضی دعاها رو میکردم. ذکرها این فقط برای اینه که همه حاضر من خلاص خورم و حاضر نجات یابم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله تعالی میگه که آگاه باشید، با ذکر الله قلب ها آرام میگیرد. اصلا برای مؤمن بازداشت شد نشد فرق ندارد، چون که او برای چی آفریده شد؟ برای عبادت. عبادتش کرده رفته انگیره اصلا. لیکن ما البته به اون درجه نیستیم، لیکن اصل باید همین خیل باشد. یعنی چون که بعضی علما گفتن اگر من زندانی کنم این برای من خلوت است، در خلوت عبادت الله تعالی را میکنم. اگر از شهرم رانند سیاحت است، اگر به قتل رسانند شهادت است. لیکن افسوس که مثلا این درجه های ایمان در ما نیست. در انسانی مقرری دیده نشد. داملو نگاه کنید، شما رو بازداشت کردن، شما رو به ماشین شناندن، شما رو میدانید که به کمیته امنیت میبرند، اما شما آگاهی دارید که به چی جرم شما را بازداشت کردن؟ بله، چون که ما پیشتر 2 ماه پیش علاقه احتمال بود که زندان میشدیم. چه اصلا همان جرمی که به شما نسبت میدهند؟ اگر عموم گیرید